سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز قراره که معرفی کتاب داشته باشیم. کتابی که خوام بهتون معرفی بکنم کتابخانه نیمه شب هست، اثر مدحیک به ترجمه محمد صالح نورانی زاده. خب داستان این کتاب از این قراره که نورا شخص داستان یه دختری بوده که خیلی ناامید بوده و به یک کتابخونه میره که تو اون کتابخونه به کمک خانم کتابدار این امکان رو داره که به دنیای هر کتاب سفر بکنه و این مدتی در اونجا زندگی بکنه. خب حالا میخوام که برشی از این کتاب رو براتون بخونم. اگه هدفت رسیدن به چیزی باشه که با ذاتت در تضاده، همیشه شکست میخوری. هدفت باید این باشه که خودت باشی، که مثل خودت رفتار کنی و به نظر برسی و فکر کنی، که حقیقی‌ترین نسخه خودت باشی، از خودت بودن استقبال کنی، تشویقش کنی، دوستش داشته باشی، برای رسیدن بهش سخت تلاش کنی. توصیه میکنم که حتما یه بار این کتاب رو بخونی.